چه قسم تهیه میشه، از کدام مواد تهیه میشه. حلیم شوربازار بسیار مشهور است. بیشتر از 20 سال است که کار ماست. حلیم کسی که از گندم و گوشت و برای سیسی حلیم برای پخته میشه. چرا این منطقه را به نام شوربازار یاد میکنن؟ بیننده های عزیز، سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر کجایی از دنیا که هستین صحت سلامت باشین و یک سلام ویژه تقدیم میکنم به همه هموطنان نازنینم که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. امیدوار هستم ایام سرد زمستان به خوبی و خوشی در کنار اعضای فامیل و دوستان خود سپری کنند. نازنینا، امروز ما آمدیم در یکی از ساحات تاریخی پایتخت ما در کوچه شوربازار کابل، جایی که بیشتر هموطنای ما مانند دیگر ساحات کابل مصروف خرید و فروش و مصروف کاروبار خود هستند و ما هم سری زدیم به یکی از دکانهایی که اینجا حلیم به فروش میرسه و شما هم میدانین که این کوچه شوربازار مشهور است و خیلی حلیم این کوچه مشهور است که اینجا به فروش میرسه و هموطنان عزیز میتونن که بیاین و خریداری کنن، چون فصل سرمای زمستان است و حلیمی که ما و غذای حلیم یکی از غذاهای زمستانی است که هموطنان نازنین میتونن بیاین خریداری کنن و استفاده کنن و از طعم لذیذ لذت ببرن. حالا ما میریم و همچنان این بسیار برای صحت هم مفید می باشه که در رابطه با طرز تهیه ازی و در رابطه با فروشات ازی میریم به داخل دکان با کسایی که ایره به فروش میرسانند، در رابطه با طرز تهیهش صحبت میکنین. شما بیننده برنامه ما باشین و مرا تعقیب کنین. هموطنان نازنین، در کنار ما یکی از برادرای ما که در شوربازار کابل مصروف فروش حلیم هستند. طوری که ما براتون گفتم کوچه شوربازار کابل مشهور است به فروختن همین حلیم که پیدا میشه در اینجا و بیشتر هموطنان هم میتونن بیاین و خریداری کنن. بیشتر در مورد طرز تهیه ازی با برادر ما صحبت میکنیم. سلام، وقتتون بخیر. بیادر خوب هستید؟ خوب، بخیر هستی؟ سلامت باشی، زنده باشی. در ابتدا اگه خدا یک معرفی داشته باشی. اسمم عتیق الله است، یک تن از این فروشان سنگ تراشی. خب بسیار زیاد تشکر، بیادر سلامت باشی. شما دکان حلیم فروشی دارین. اگه در ابتدا بر ما بگوین که این چه قسم تهیه میشه، از کدام مواد تهیه میشه؟ مواد از شیره گندم است همراه گوشت گوساله که تهیه میشه، باز بسیار اول دم داده میشه و بعدا باز آماده میشه. خب علاوه از گوشت گوسفند دیگه گوشت هم از استفاده میشه؟ گوسفند نیست، گوساله است. خب گوشت گوساله، ببخشید من اشتباه کردم. دیگه گوشت قابل استفاده در حلیم نیست؟ نه خیر، هم گوشت گوساله هم رواج بازار است. خب بسیار خوب. این شما چه قسم تهیه میکنین؟ آیا در خانه تهیه میکنین یا که همینجا در دکان تهیه؟ کارخانه ما همینجا است و در کارخانه تهیه میشه و علیم پزا هستن، میاین علیم ها رو پخته میکنن، باز کاسه میکنیم و بعدا به فروش میرسیم. خب باز چطور است در همین سیزن یا فصل فروش یزی هم زمستان است؟ بله. باز چطور است هموطنان عزیز که میاین از شما خریداری میکنن؟ والا فروشات ما خوب است، شکر فضل خدا. مردم هم با علیم آشنا هستن، میاین میبرن علیم دیگه. باز کسایی که آشنا نیستن هم طرز تهیهش پرسان میکنه، باز میبرن در خانه آماده میشه. خب همین موادای لازم از که شما یادآوری کردید که اینجا کارخانه ش دارین و همکارتان میان پخته میکنن، بعدم بسته بندی میشه. علاوه از
گندم و گوشت دیگه کدام مواد دی لازم خود است؟ گندم نه، شیره گندم شیره است. گندم. بله، همون دو مواد است که ما از او استفاده میکنیم. خب یعنی خانواده میتونن به گونه ساده در خانه آماده بسازن؟ نه، به خاطر که یک ذره یک پختن از این بسیار مشکل است. یک دی از این تقریبا تا 10 ساعت 8 ساعت وقت کار داره که آماده شود. باز چطور است شما در چند ساعتی رو آماده میکنین؟ از ما دیگه وقت زیاد میگیره، 4 ساعت دم کردنش میگیره و پختنش تقریبا یک 12 ساعت 10 ساعت میشه. خب در رابطه با ایام اگر شما معلومات داشته باشین بر ما بگوین چه کسای زیادتری را خریداری میکنن از شما؟ ایره بسیار مردم کابل، چون علیم از هم مردم کابل است، هم مردم کابل ما بسیار استفاده میکنیم و مردم های دیگه ولایت های ما نو و آشنا شدن میاین میخرن میبرن. یعنی این دیگه یک غذای ناآشناست. کابلی است، بله. و دیگه مردم ناآشنا است. خب همین غذا بیشتر در صبحانه خورده بله، میشه؟ این بسیار در صبحانه خورده میشه و حال بسیار کسا در غذای شب هم استفاده میکنن. خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. بخیر باشین، زنده باشین. عزیز ما آمدیم داخل یکی از دکان‌هایی که اینجا حلیم به فروش میرسه در بازار شوربازار کابل هستیم و همچنان اینجا تهیه میشه. بیشتر با مالک اینجا صحبت میکنین در این رابطه که این چه نوع یک غذایی است و در رابطه با تاریخچه عزیز. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام علیکم، جور بخیر، شکر. در ابتدا خودتان یک معرفی داشته باشین. اسم عبدالحمید است، یک تن از حلیم فروشا شهر کابل. خب برادرم این حلیم شوربازار بسیار مشهور است و شما چند سال میشه که اینجا کار میکنین؟ حلیم شوربازار بسیار نامی است دیگه. از ما کسب کار ما تقریبا بیشتر از 20 سال است که کار ما است. باز چطور از دهی اواخر همی کار بارتان خوب است؟ والا دیگه مثل سابق واره دیگه کاروبار نیست، بازم شکر است، خوب است. خب این حلیمی را که شما نام بردین که 20 سال میشه شما این را تهیه میکنین و هموطنان ما میان شما خریداری میکنن، در رابطه با طرز تهیه از اگر شما بگوین، چون همین دکانتان که ما دیدیم نه هم تهیه میکنین نه هم به فروش میرسانین؟ بله، حلیم کسته که از گندم و گوشت و برنج تهیه میشه. بادی گندم از این دیگه دم میشه، پس شو پس واد میشه، شیرش میکشیم، همراه برنج گد میشه. و مثل سمنک و رستم زده میشه که خوب در قیام رسید، بعد از جور میشه. بعد گوشت کتیش گد میزنه و اون تیار میشه حلیم. بعد دیگه صبح دیگه اون مشتری ها حلیم میگیره کیلوگکی خانه خود میبرن، بچه های غذای صبح خود. خب کیلو چند به فروش میرسانید؟ 1 کیلو 80 روپیه افغانی. خب شما یاد کردین که در گوشت هم استفاده میشه، گوشت گوسفند استفاده میشه، گوشت گاو استفاده میشه، از کدام نوع گوشت؟ گوساله، گوشت گوساله استفاده میشه، سرخی. چقدر وقت در بر میگیره که شما این را آماده میسازین؟ یک دیگه تقریبا 5 ساعت 6 ساعت در بر میگیره. در 5 ساعت 6 ساعت تهیه میشه حلیم. بیننده های عزیز، این دکانی که ما قرار داریم علاوه از اینکه حلیم فروشی است و برادر ما اینجا کار میکنه، دیگای شما میخوایم با شما نشان بدیم که چقدر دیگای کلان است و در این رابطه از خود مالک اینجا میشنویم. اینمی دیگای حلیم تقریبا دیگای 3 سیره است. 3 سیره است، در این 30 سیر حلیم برای پخته میشه. اینمی دیگاش هست، اینا پیشوری تو میبینید. باز پایین از این آتش میشه؟ بله، آتش میشه، دکدان است. خب از گاز استفاده میکنین یا از چوب؟ نه، از گاز استفاده میکنیم. خب این دیگه شما اگر بریم باز کنین شما؟ خب فعلا در داخلشان نیست حلیم؟ نه فعلا نیست دیگه. حلیم ازی دیگه سر شو کمیم، فرض مثال ساعتای 2 بجه تا 6 بجه صبح تیار میشه، جور میشه. شما شب هم اینجا کار میکنین؟ بله، از 2 بجه شب کار میکنیم تا 7 بجه صبح. بسیار زیاد تشکر، در کار بارتان برکت، بخیر باشین بیادر. زنده باشی خیلی.
نازنین، ما در شوربازار کابل هستیم و طوری که شما میدانین این شوربازار کابل علاوه از حلیم مشهور خود که شما در جریان برنامه این را تماشا کردین، همچنان گودی پرانای بسیار مقبول و زیبا در اینجا به فروش میرسه که ما در یکی از دکانایی که در این ساحه است با مالکش بیشتر صحبت میکنیم در رابطه به ساخت و سازی گودی پرانها و تار و کاروبارشان. شما مرا همراهی کنین. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ شکر، چیال دارین؟ بخیر باشی، سلامت باشی. در ابتدا اگر یک معرفی داشته باشی از خودت. آمد غفاری هستم، یک تن از گودی پرانسازای شهر کنه. خب شما چند سال میشه که می شغل به پیش میبرین؟ من خودم 20 سال میشه که می کار پیش میبرم. باز چطور از کاروبار؟ خوب است، شکر است، میچله روزگار. همی ساحه شوربازار کابل یکی حلیمش زیاد مشهور است و یکی هم همی گودی پران و تار چرخه ازی. بله. در سابق ای به فروش میرسید یا ای که نو ای شهرت به خود کسب کرده؟ قرامت بسیار زیاد داره، تا شاید 70 75 80 سال میشه که می قرامت داره که حلیمش بوده و گودی پرانسازا از این منطقه است، از این شوربازار است. خب اگر در رابطه با می تاریخچه شوربازار بگوین که چرا این منطقه را به نام شوربازار یاد میکنن؟ ایره به خاطر شوربازار یاد میکنن که سابق سطح شهر کابل زیاد کلان نبود، بیروبار شهر امی منطقه شهر کونه و سرچک بود، به می خاطر شوربازار یا نه بیروبار، به خاطر که بیروبار بود امی منطقه دکانا و بازار شوربازار زیاد مردم از هر جای می آمدن، امیجا کل بازار بود، به این خاطر ایره شوربازار میگن. خب بیشتر هموطنای ما وقتی که برنامه را میبینن یاد خاطرات میشن که شاید در ساحه زندگی کرده باشن یا چکر آمده باشن، خاطراتشان تازه میشن. آیا از کسایی که سابقا اینجا زندگی میکردن فعلا هم هموطنای ما هستن؟ بله، یا خود ما از امی شهر کونه هستیم، از گذر حضرت هستیم. ما از مردم بسیار کمش مانده، از خود شهر کونه مردم کم مانده. خب در رابطه با اینکه شما گفتین که اینجا را به خاطر شوربازار میگفتن که بسیار ساحه پرازدحام کابل است و همین علت به این نام نامگذاری شده. حالا باز چطور است همین کاروبار و مردم رفت آمدشان و همون شکل سابق است که تحولات آمده، مردم کم پراگنده شده هموطنای ما؟ نه، خوب است، بازار همون بیروبار را داره، فروشات ما شکر خوب است و قدر سرش تغییرات نامده دیگه، خوب است بازار. سلامت باشی، از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشته، بخیر باشین. تشکر، زنده باشین، از تلویزیونتان تشکر میکنم. بخیر باشین، سلامت باشین. هموطنای عزیز، ما هم آمدیم به خاطر تازه کردن خاطرات شما عزیزان به یکی از ساحات تاریخی در شهر کابل که این ساحه تاریخی ما همه ما شما به نام از آشنا هستیم و که به نام شوربازار یاد میشه. و چرا به خاطر این شوربازار میگفتن که در سابق ازدحام هموطنای ما خیلی زیاد بود در این منطقه و همچنان بیروبار خیلی زیادتر بود، هموطنای ما می آمدن در این ساحه خرید فروش میکردن و همکنون هم همی کار جریان داره، ولی که بسیاری منطقه قدامت تاریخی زیادتر داره و خیلی از کسایی که در این ساحه زندگی میکنن فعلا از افغانستان اونا مهاجر شدین، ولی اندک هموطنای ما هستن که فعلا در اینجا زمو هموطنای سابقه ما زندگی میکنن. ما هم آمدیم سری زدیم به این ساحه تاریخی تا از حال و احوال هموطنای نازنین خود آگاه شویم و از کار و بارشان بیشتر بدانیم و همچنان خیلی یک غذای مشهوری که ساحه داره به نام حلیم یاد میشه که شما در جریان برنامه ای را دیدین که طرز تهیه ازی چگونه بود و هموطنای ما میاین از او خریداری میکنن. یک غذای بسیار مقوی و شیرین است و همچنان بعضی از هموطنای دیگه ما که در خارج از کشور هستند میتونن با دیدن برنامه بیاین و از این ساحه دیدن کنن و از حلیم خوشمزه ای که اینجا تهیه میشه مستفید شوند.
تا برنامه بعدی که باز من شمین اجرابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم. همایتان به الله پاک و بنیاز میسپاریم. اما قبل از این باید چینل یوتیوب سلک رو تایم لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک کنید. تا برنامه بعدی الله حافظ و نگهدار.